هر سردردی میگرن نیست. یکی از شایع‌ترین دلایلی که افراد به کلینیک درد مراجعه میکنن سردرده. اول بیایم یه باور اشتباه رو اصلاح کنیم، اینکه هر کی با سردرد به ما مراجعه میکنه میگه که باز میگرنم شروع شد. بیش از 150 نوع سردرد مختلف ما داریم که هر کدوم علائم خاص خودشون رو دارن و طبق این علائم و تشخیص‌های متفاوتی که دارن درمان متفاوتی میخوان. اینجور نیست که همشون با یه مسکن درمان بشه. به طور کلی اگه بخوایم سردردا رو تقسیم بندی کنیم ما دو دسته سردرد داریم. یکی سردرد اولیه است که نه تنها سردرد خودش علامت بیماریه و خودش بیماری طبقه بندی میشه، مثل میگرن، سردرد کلاستر. یه سری سردردها هستن که همراه با علائم اتونوم هستن، ما بهشون میگیم سردردهای تکس، که افراد علاوه بر سردرد آبریزش بینی دارن، چشاشون قرمز میشه، اشک ریزش دارن. و یه سری سردردها هستن که سردرد علامت اولیه بیماری ثانویه است که اونا خیلی باید جدی گرفته بشن، مثل تومور مغزی، چیزایی که باعث بالا رفتن فشار داخل جمجمه شده، یا مثلا سردردهایی که در اثر بالا رفتن فشار خون ایجاد شدن. با شرح حال درست و معاینه درست ما باید این دوتا سردرد رو از هم تفکیک بدیم تا بتونیم درمان درست رو براشون انتخاب کنیم. حالا کی سردرد خطرناکه؟ بعضی وقتا هستن که سردرد نیاز به بررسی فوری‌تر و دقیق‌تر داره. مثلا وقتی که یک فرد بالای 50 سالی میاد میگه برای اولین بار دچار سردرد شدم، یا بدترین سردرد عمرم رو تجربه کردم، یا وقتی یه فردی سردردش همراه با تشنج، کاهش بینایی، دوبینی باشه. تو این موارد بررسی دقیق تری نیاز هست. برای اینکه بدونیم برای سردرد چه اقدامی نیازه، اینکه درست تشخیص بدیم علت سردرد چیه خیلی مهمه. بعضی از سردردها هستن که اصلا منشأ مغزی ندارن و ممکنه که به خاطر دردهای عضلانی یا ستون فقرات گردن فرد دچار سردرد شده باشه. خب اینا درمانشون کاملا متفاوته. تو درمان سردردها ما میتونیم از بوتاکس یا بلوک‌های عصبی بسته به نوع سردرد استفاده کنیم. اگر خودتون یا دوستانتون سردرد دارین، هنوز تشخیص دقیقی براش گذاشته نشده، سال‌هاست که برای سردردتون فقط از مسکن استفاده می‌کنین، برای ما کامنت بذارین تا پاسختون رو بدیم.